به انصاف همه رو به یکدیگر جنگ انداخت. همه جای رو مثل قصابخانه کرد. احوال رو ببین. نگاه کنید. یگان چیز دزدیدن. چیزی به چشمتون کم نماید. چی فکر میکنی یگان چیز رو ندزدیده است؟ انگشترین طلایی، دستمانه ها و حتی گردن بندی مادرم همه رو گرفته است. خودی رو خالی کرده است. نصیبت نکنه. دوز بوده است. پینار رو دیده کوشش نجات یافتن رو کرده است. من آمدم. یاشار اومد. هیچ نباشد یگان چیز بخوریم. گذر خانم گذر. بیسرم بسیار گرفته ای. همه این رو کی میخورد آخه؟ اشتها هم نمانده است که بخورم. یا پروردگار چی روز بوده. شد خانم تمام. یاسین، آمینه، خواهش میکنم بهوده طبق و کاسه بسیار نگذارید. لازم نیست. خب مالش بیسرم. بیایید شینید، بسیار بامزه است. من نمیشینم. تا جمع رو نبینیم گروس نمیشینیم. الله الله، باز سر کردن. دائما اعتراضی امسال. خب مایلش وعده میدیم که به نزد مادرتون میبرم. اول خوراکتون رو میخورید. خیلی باشد رزیم. بیاین هم من بیمارخانه میروم و به گلرو یک چند سوال باید بدهم. مالش پسرم. به بیمارخانه یک جای میرویم میشود؟ مرحمت آقای خیردین. بومالتان نیست مگر؟ Bunlar kolay vazgeçmezler devletlerinden. Var bu işin içinde bir şey ama. Kes sesini la kes. Yoksa ben keserim. بیسرم. سوی بیدادر میشده. اپای پینور مادر میشده است. اکنون یک طبق دیگر میگذاریم. میگذاریم؟ مهمون میآید. کی رو دعوت کرده ای؟ دادرم رو. چیکار دادر؟ اکنون من و یاسین دادردار میشویم. فریده چند ماه است؟ بیبی چرا از او چه نپرسید؟ خیر کی رو بپرسم؟ خودک رو چم تولد نمیکنند. کی تولد میکند؟ آقای پینور تولد میکند. الو در بیمارخانه یاسین جان. خوب است، استراحت دارد. اگر خواهی بیا، در آمدن میمانند یا نه نمیدانم. میلش تا دیدن انتظار میشوم. مادر خیریت. بگو جانکم بگو. مادر ما همه چیز را به یاد آوردم. به یاد داری؟ فریده چی رو؟ همش رو مادر. همش رو به یاد آوردم. همش رو. فریده چه خیلی نقص. من شادم فریده. فریده شرف من در کجایم؟
در بیمارخانه هستی. جراحی شدی. کودکم زنده است؟ خاطر نشو. تو و کودکم خوب است. تو دائما در نزد من بودی؟ برای در نزدم بودنت مرا خیلی هم خرسند کردی. تنها نگذاشتی. به این هم غیری تو کسی ندارم. من میبرایم. خانمی که امروز نزد شما آمده بود آقای تیمور پینار خانم است. شب بخیر. شبش من بخیر. پینار خانم کی بوده است؟ مهم نیست. نفری برای کار آمده بود. بیا جانکم. تو کجا رفتنی فریده جان؟ نزد شرف میروم. با او همش رو باید فهمم. گوش کن فریده، دخترم باید خواب روی. دکتر تاکید کرد مگر نشنیدی؟ من شما گفتم همش رو به یاد آوردم. اول سرمه مرا فریب کرد. چای رو نوشیدم. بعد از هوش رفتم. به هوش اومدم که دست و پایم بسته بود. بعد پینور با آن کلبه اومد. خدایا، شرف فکر میکند که شوهر شیرین رو من از راه بیراه کردم. شو جانکم، به طوری خودت شرمنده جانکم. رفته همش رو یک یک به شرف میفهمونم. گوش کن فریده، شرف تو را دیگر باور نمی کند. مثل گربه پیش در پینار است. او انتخابش را کرده است. تو را نه، پینار را انتخاب کرده است. زیرا حقیقت را نمیداند. اگر دانند مرا باور میکنند. نرو، التماس، غمگین میشوی. برای کار. شام بخیر. شام بخیر، مرحمت. ما برای خبرگیری و چمون میرویم. نامش فریده افگیل. متاسفانه شب و کودکا را قبول نمیکنیم. اگر من کفالت دهم که خاموشی را رعایت میکنند. فکر میکنم که برای یک مرتبه اجازت میدهیم. لیکن گلها را مجبور باید گیریم. ببخشید، اصول همین است. کنی گلها را دهید. خواهش میکنم که زیاد نایستید. مایلش، تشکر. بیایید رفتید. یگون چیزی دیگر نمیخوایی؟ نه نمیخواهم. اوچه جون. بچه ها بسیار بازی نکنید. رخت خوب رو بیرون میکنید. کنی فرایت. بیایید فرایت کنید.
خواب میرویم التماس آجا جون. فقط همین شب تمام. آجا جون آجا جون شیرین نکنی من. آه جانکم. آه جان نکنی من. شیرین نکنم. ما برای شما نون آوردیم اما اجازت ندادم. اجازت نمیدین؟ اجازت میدین. بهترین بوی خوش برای من شما. شما برای من بهترینید. جا نکنی من. چه گرمی است. گلرو چیکار میکنی؟ بخشش اینجا گرم شده است. تیریزه رو کشودنی شدن. بیا تو را به چای نوشی برام. خیلی خوب می شود. دلگیر شدم. خوب با دقت باش. آهسته. امیر خوب شد که اومدی. روزی در روز در جای خوب بودن دلگیرم کرد. یاسومان سلام. با کجا میروی؟ به زیارت اپای فریده اومدم. ما با گلرو چای نوشی میفرویم. بعدتر تو هم بیا. کار دارم امیر. بسیار نمیستم. اپای فریده رو دیده زود برمیگردم. امیر یک لحظه ایست. نمیخوام که از پس من نوفهمی شود. بهترش تو من رو به اتاقم ببر. نه دوستم، چرا نوفهمی شود؟ این هیچ ممکن نیست. ما کاری نادرست هم نکردیم. همچون همکار رفتار میکنیم. دیگر که فکر کردن تماما نادرست است. خانه رویم. در نزد فرزندانم خوب کردن میخواهم. نمی شود. دختر و همشیره هم نگاه میکنند. امشب همینجا میمونی. مرا فهمید آخر. در اینجا ایستادن نمیتوانم. رفتن میخواهم. من یشر را یابم. حجت های برآمدن را دیده برایت. تشکر پدر. اپای فریده خدا شفا دهد. تشکر جانم. دخترم هیچ نباشد راست نیست. تا آمدن پدرت شین استراحت بکن. این رو ببین حالا هم راست ایستاده است. فریده میخواهد به خانه رود. میگویم که هیچ نباشد امشب من، اما گوش نمیکند. مادر بیبی دادام در کجا است؟ گفتی در بیمخونه است. چرا نزد او چم نیست؟ دیگر سوال دارید؟ همه سوال ها رو در یک ظرف جمع میکنند و بعد به من میسپرند. من از کجا دانم؟ در همین جا بود. میآید، البته میآید. یا پروردگار تو.
شرف دلم میوه میخواهد. از دکان رفتم میاری اگر باشد. مایلش میروم. مالش بچه ها رفتیم. آیسته دادا میویان. دادا جون چی خبر است؟ بیایید دادا با خونه میرویم زودتر باشه. من آمدن نمیتوانم. شما روید. برای چی؟ او چند نمیویان. شما اینجا میمونید؟ بیایید ما میرویم. پدرتان دیرتر میآید. پدرتان یک بیماری مهم دارد. بچه ها دست مرا سخت دارد. امیر نمیآید مادر؟ نه نمیآید. ماشین را گرفته روید گفت. پس خودش آنجا مونده است. والله مادر من هیچ چیز را نمیفهمم. دیگر عقلم نمیگیرد کی در کجا چیکار میکنه. برای زحمت کشیده به اینجا اومدن تشکر. این خیلی نگوی. بازی رفته استراحت بکن. من فردا به خونه‌تان میآیم. مایلش. یاسمن تو را هم تا خانه ببرم؟ نه لازم نیست. شما روید. مایلش. خدا حافظ. اوید به حادثه مودای ترکنده پیشروی هست؟ والله به هر قدم مخبر نظارت کرده ایستاده‌ایم. در مدت کوتاه ما رو به عمل کننده های کار میبرد. یگان شبهه مکن. نمیدونم که این کار رو با تو کی کرده است، اما در مدت کوتاه او رو دستگیر میکنیم. باز یک چای دیگر مینوشی؟ مایلش مینوشم. ببخشید یک چای دیگر بیارید. مایلش یک لحظه. یاسومان یاسومان چی شده است؟ برای چی با من چنین رفتار میکنی؟ من تو رو نمیفهمم. یگان جایی نفهمی نیست. تو رو کدام وقتی ببینم در نزد او هستی. تمامی وقتای خالیگیت رو با او میگذرونی. چیزی که تو فکر میکنی چنین نیست یاسومان. گلرو همکاری من میباشد. همراه به سوی قصد دچار شدیم. قریب بود که دختر بمیرد. کمک کردن وظیفه من است یاسومان. کاری خوب. این خیلی باشد رفت خدمت بکن. یاسومان خواهش میکنم این خیلی نکن. من کاری نکردم که با من چنین رفتار بکنی. نادرست میفهمی. امیر من همش رو با چشمانی خودم دیدم. اکنون اجازه ده من روم. کنی جونکم گذر. خوب هستی؟ خوبم. مادر شما حق بوده. شرف انتخابش رو کرده است. گوش نمی کنی مرا. گفتم که نرو. تو این خیل غمگین که شوی من هم غمگین میگردم. اکنون چون متهم در این خانه نمی ایستم. من غرورم را زیر پا کرده نمی توانم. از این خانه می روم. می روی هم خیل؟ خیر به کجا می روی؟ تا یافتنی کردن از شما ایستم ممکن است. تو
میدونی که از این خونه برآمدن تو چی معنی دارد؟ این جنگ را پینور به دست آورد و مغلوبیت را اعتراف کردن است. به این هم اوغالی با من چون مشو گربه بازی کرد. دوستم برآورد، زنده به خاگورم کرد، منومسم زبان دراز کرد. باز چی کار کنم؟ پس تو میدان رو به وی میدهی؟ من هرگز به این کار اجازت نمیدهم. به من جواب ده، اما راستش را بگو. شوهرت را دوست میداری؟ دوست میدارم. شوهرم را، فرزندهایم را، آینده‌ام را بسیار دوست میدارم. خوب، این خیلی باشد. خوب، به عقب قدم نمیگذاری، مبارزه را ادامه میدهی. چه خیر؟ مادامی که شرف باور نمیکند پس پینور سخن میکند. حقیقت را به شرف او نقل میکند. مادر شما چی ها گفته ایستاده؟ پینور میداند که شرف از دستش میرود، حقیقت را میگوید؟ نقل میکند، مثل بلبل نقل میکند. خودت میبینی چگونه سخن میکند. من چی کار کردنم را خوب میدانم. او را با سلاح خودش میزنیم. مادر چی کار میکنی؟ تو انتظار شو، میبینی. اتیلا پسرم، من و خواهرت احتیاج به کمک تو داریم. خواهرت یک کمبودی دارد و تو آن را میدونی. همان درد را تنها تو رفع کرده میتوانی. بعداً میفهمونم طریق تلفن نمیشود. بهترش تو سحر به خانه بیا. میلش جانکم تو دیدن. حالا میبینی. هر لحظه با مادر و خواهرم دعا بکن. اگر زنگ نمیزدن تو خشکی رو نمیدیدی. بیا پسرم. فکر مکن که مراد را به کفسر میدی. مراد از این پس با ما میایستد. ما یک عائله میشویم، یک عائله خوشبخت، جفتی خوشبخت. کو یک تبسم میکن. کو دادا جان کم میآید؟ پسر جانم شب میآیم. مادرت با ما دسترخوان زیبا آراسته میکند. فکر چی خیلی است؟ خوب میشم. به درون درون. با تو هم روزی خوش جانکم. به درون درون. الو کفسر؟ اکا یک لحظه. اکا امشب ینگم رو به خونه آوردم. میدونم. بعد گوش کن امیر، من با آنها گفتم و به تو هم میگویم. فریده برای من تمام شد. تمام. اکا آن زنی رو که میگوید برایتون تمام شده از همسرتون است. شما چی درد دارید اکا؟ شرف شما رو گفتند و شما آمدید. معلوم است. با من عقل نشان نده. دادر اول سوزن رو بر خودت زن. شبی در روز در بیمارخانه گذراندی. دائما نزد آن دختر بودی. کاری کرده من عیب شده است و از تو عیب نمی شود. شرف تو در کجایی؟
opa jon. Jonakam. گذشین. خوب هستی؟ در اینجا دلگیر شدم. دیوانه میشم. نیشه کاش که از دستم یک اون کار می آمد. چه کار کرده می توانم نمیدونم. اپا مرا در حال از اینجا براره. التجا میکنم. خودت رو به دست گیر. باوری دارم که پدرم با ادوکات‌هایش برای نجاتی تو کوشش کرده ایستاده است. بفرمایید سردار. مخبر را برای صدقه سر رهایش نکردند. حتما تحقیبش دارند. یگان چاره فکر کردید؟ مخبر را از میدان برارید. دیگر علاجی ندارد. اطاعت سردار. اما احتیاط بکن. کار خیلی تازه شود. یگان ایزی نماند. خواطر نشوید. چی خبر سلیم؟ یگان پیشروی هست؟ نه. از دیروز به بیرون برآمده است. ما صبر کرده میتوانیم. انتظار میشویم. والله عقلم قبول نمیگیرد. چی بوده است؟ یعنگم شیرین را کشته است. سبب در چیز؟ گویا که چشم به شوهرش دوخته است. دروغ است. دروغ. به سخنم باور کنید. سخن هر کس به خودش است. تهمتی که به فریده کردند اگر در دم مرگ باشیم آنگاه میگویی. آقای خیرگین گوش کنید. با دهان خودتون گفتید زن وقتی مرگش بوده است. چرا دروغ بگوید؟ البته چیزی را میداند. نباید خانم چی گفتنت را نمیفهمی. کاسه صبرم لبریز شد. دختری من یگان پسر را با چشم طمع نظر نمی کند گویا که نمیدانی. روز حقیقت رو میبراید. آن وقت گفته هایت را به یادت میارم. آن وقت شرم خواهی کرد. خانم جانان من اینو آن رو نمیدونم. فکر کردم که پینار دشمنی دارد. دروغ میگوید. شیرین هم در بستر مرد دروغ گفت. پس آن مرد کمال رو یابید. کمال رو یابید. بگذار و گپ زند. این داغ را با دیگر راه تازه کرده نمی شود. این تلفن کی است؟ توبه فراموش کردم که تلفنی پینار است. خدمتگاری رو تمام کردیم بس نبود که باز کاتبگی کنیم. از کجا شده می شود؟ الو؟ نیست. پینار در خانه نیست. در بیمارخانه است. در بیمارخانه مرکزی. تو کی؟ خیر روز بخیر. کی بوده است؟ تیمور. رفیقش بوده است ندانم. تیمور رفیقش؟ این را ببینیده؟ من میبرایم با اجازت شما. نفر را باید ببینم. پسرم چایت را تا آخر ننوشیدی. میلش تا دیدن. راهی سفید پسرم.
برآمد. ببینید کمیسرم اونجاست. تو مرا همینجا انتظار شو. فهمو. با این حادثه حافظه خواهرت به جایش آمد. همه چیز را به یاد دارد. چگونه دزدیده است، در کجا پنهان کردند، گور کردنشان همش را به یاد دارد. همین خیلی نفریده. این بی اخلاق‌ها تو رو گور کردند. دیوس ها را ببین، دیوس ها را ببین. من به آنها روزشان را نشان میدهم. خاموش، داد نزن، همه میشنود. در حال آتش مگیر، آتشت را از آنها پنهان بکن. گوش کن، اگر پینور با ما چون گربه با موش بازی کرده باشد، اکنون نوبتی بازی ماست. او را به کنج جامعه کنیم که به جز سخن گفتن چاره نداشته باشد. برای جزا دادن آن بیعقل بی‌صبرانه انتظارم. اگر خواهید خودی حاضر آغاز میکنم. چی میگویید؟ البته در حال. چرا وقت را از دست بدهیم؟ همین خیلی نیه؟ مادر، عتیقه، سر شما هم به درد می آید. می ترسم که همش بدتر می شود. نه نمیشود. چرا سرم درد نکرده است؟ فریده جان، نترس، همهش خوب می شود. به ما باور کن، به کسی چیزی نمی شود. کاری غیر قانونی نمی کنیم که همین خیلی نیه؟ میلش؟ من رفته داروهایت رو گیرم. میلش، اما دیر نکن. مرا در تشویش نمان. پینار خانم، از همه کارهای کرده‌ات خبر دارم. اگر خواهی که دانسته های مرا کسی نداند، گفته هایم را یک به یک اجرا میکنی. فهمیدی؟ وگرنه عاقبتش را خودت میدانی. چی عاقبت؟ تو چی ها میگویی؟ با فکرم نادرست رقم گرفتی. گوش کن، اگر شوهر نیافته‌ات را از دست دادنی نباشی، دهانت را خسته مکن. حاضر تلفن را خاموش بکن. از من انتظاری خبر باش. فهمیدی؟ تو کی هستی؟ الو. این آدم کی بود؟ سخت ترسید. صدایش به لرزه آمد. سلامت باشی. خیلی خوب شد. میدان را خالی موندیم. با خاصی خودش اسب تازی داشت. دخترم، تو خودت را آرام حس بکن. ما را باور بکن. به نزدیک این مار را از سوراخی میبرارم. میدونی که چیکار میکنم؟ زهرش را خالی میکنم. تو خواطر مباش. یاشار؟ لیلا، تو در کجا بودی؟ مرا دیوانه کردی. خوب هستی؟ در همینجا صحبت میکنیم. مرا به خانه دعوت نمیکنی؟ یاشار، من نمیخواهم این کار کشاله یابد. بسیار کوشش کردم اما نتوانستم. من از تو جدا شدن میخواهم. چی؟ لیلا، یک بار از کجا پیدا شد این سخنها؟ مگر در حیاتت نفری دیگری هست؟ برای جدا شدن باید که در حیاتم یگان نفری دیگر باشد. کسی نیست، لیکن دیگر تو را هم نمیخواهم. همش همین. لیلا بیست، خواهش میکنم بیا کمی صحبت کنیم. التماس، از این پس دیگر زنگ هم نزن و نبیا. خدا نگهبان.
معلوم می شود که گلرو راست می گفته است. سلیم گروه را آماده بکن و طربخانه‌ای که دیشب با گروه رفته بودیم حاضر شو. صاحبش را نظارت بکن. مخبر در درون است. با او واخوری دارد. خاطر نباش. کمی دیرتر پدرت هم می آید. ارمغان. تیمور. پینار جان، زودتر صحت یابی. با تو چی شد این خیل؟ حادثه از سر گذروندم. خدایا توبه، شنیدم خیلی غمگین شدم. این خیل مکن، خودت را احتیاط کن. شرم نکرده غمگین شدم میگویی؟ دیروز به شرکتت برای دیدن اومدم. حتی وقت نیفتی که با من واخوری. اکنون فاتحه کردم. به نزدیک عائله دار میشوم. به هر قدمی ماندم باید که دقت بدهم. اکنون نمیخواهم که کارهای گذشته در آینده دردی سر شود. اگر گذشته پیش پایم چرخ زند جبران وزنین میدهی. به فکرم مرا فهمیدی؟ یعنی گذشته من رو تگی خاک کردی؟ همین خیل؟ همین خیل شد. درسترش دیگر چیزی نمیخواهم. ها، باز مسئله همون کودک را گرفتی آخر؟ به عقلی نکردی بفکرم. بله گرفتم. خاطر مباش. مایلش من رفتم. و آخری کوتاه شدم. ما باوری دارم که به فایده شد. خودت را احتیاط کن. زودتر شفا یابی. خودت و کودکت رو بخت بلندی کرد. با آسانی پس سر شد. او چی گفت؟ این چی گفتنی است؟ تو دنبال چی هستی؟ کمی پیشتر با من گفتی که گرفتم. دروغ گفتی؟ نترس، دردی سری تو نمیشوم. من برای کودکم الکای پدری یافتم. پس برای چی به شرکت آمدی؟ ها؟ چرا؟ تو دنبال چی هستی میگویم؟ کمی به پول احتیاج داشتم. از تو پول طلب میکردم. اما اون مسئله رو هم حل کردم. تو با من لازم نیستی دیگر. فهمو؟ نه پدری کردنت رو میخواهم نه پولت رو. تیمور، من بر وقت فهمیدم که از تو با من فایده نیست. اگر فکر داری مرا فریب داده خودت فریب خورده. دانستم که این کار اینجا خاتمه نمییابد. آن کودک را میگیری. فهمیدی؟ این مرکی بود که از پیشت رفت؟ یک رفیقم. از کجا شنیده است و خبرگیری آمده است. رفیقت؟
سلام دکتر، بفرمایید. سلامتی بیمارمون خوب است. اگر حالت تغییر نیابد بعد چند روز جواب میدم. در اصل ما در حال خانه رویم. خواهش میکنم، من خوب هستم. پینار اینجا نمیشود. در اصل شما رو مجبور کرده نمیتوانم که ایستید، اما اگر روید مسئولیت رو به ذمه نمیگیرم. تو نمیفهمی؟ برای چی یک روی میکنی؟ به خانه رفتن میخواهم. خودم رو خوب حس میکنم. مسئولیت رو به ذمه میگیرم. التماس دکتر. خودتون میدونید، مجبور نمیکنم. حجت های برآمدن رو آماده کنید. شد. خدا شفا دهد. من حاضر میایم. بلا زند، مرده است. بلا زند. حل کردم سردار. مخبر رو به جهنم فرستادم. من میکشم دخترم. نه توبه کردم خدا. چرا آمدید؟ خانه آمدم خواستم. شما رو یاد کردم، حجرم رو یاد کردم، همه رو یاد کردم. دیگر طاقت جدا ایستادن ندارم. حجرم رو یاد کردم، حجرم رو یاد کردم. دیگر طاقت جدا ایستادن نکردم. این مرد کی باشد؟ این برادر لیلا بوده است. باز من فکر کردم یگان بیگانه است.